به خاطر چی پدر و مادر من باید ظلم بشه؟ به خاطر حرفی من از جنایت گپ نزدم. من مردم نمیگم برین حسن اسدزاده را بزنین پولش بگیرین. نمیگم بریم خانه یک معلمی بیچاره دیروز معاش گرفته است پولش بزنه 20 شمع بده. من نمیگم برین از افغانستان توسط کمیته امنیت مواد مخدر داخل کنه من در فلان کشور ما در راه کنه من میفروشم. من نمیگم برین فلان منطقه بزنین کسی را به قتل دعوت ندارم. اوی مردم برای چی اذیت میکشن؟ به خاطر من حق میگم حلالشان بود. من میدارم که خلاصه این همه ظلم ها فردا نزد پروردگار است و اون نامه امور است که اونجا هستنس میکنن، نویس میکنن که پوزیتیو در جای نگاتیو در جای پلوس مینوس میکنن. در اینجا یک برادر یک مکتوب خیلی خرد برای من نوشته است، لازم دونستم که بخونمش. نوشته است که شما خطای سخت کردین. خیلی خوب. مادری که شما رو با وی رسون عذاب و مشقت کشید، شبها خواب نرفت، شما چه خیلی جرأت کردید که گپ گفتید پران گفته. یکم الله، دوم مادر، سیوم وطن. مقام مادر از وطن بالاتر می ایستد. حضرت عمار وقتی که مسلمان شد در مقابل ناعدالتی مبارزه می برد و بالاش فشار آمد. پدر و مادرش ظلم میکردن، تهدید میکردن، اذیت میدادن، لط و کوب میکردن، قدر سختی ها را کشید و حضرت عمار نزد پیامبر خدا آمد. خب درد دل کرد. پیامبر خدا چی گفت؟ یا عمار، نگفت که عمار مادری تو از این راهی تو بزرگتر است. نگفت که ای عمار مادری تو از وطن تو از دین تو بالاتر است. یا عمار پروردگار ملاقات تو را همراه پدر و مادرت در جنت داده است. این همون جوابی خیلی کوتاه و خیلی منطقی و خیلی تاریخی که تاریخی را اثبات کرده است و ریالی است که پیامبر خدا در صحابه خود حضرت عمار گفته استش. و اگر پدری من را مادری من از روی کردارهای جنایتی من از قبیل تجاوز، از قبیل ظلم، از قبیل نمیدونم غارت مال مردم، از قبیل مواد مخدر جنایت کردن و از قبیل دزدی و غری اذیت بکشن، من گناهکار هستم در نزد آنها. ولی به خاطری که من میخواهم اون دینی که پروردگار توسط پیامبرش برای ما میراث گذاشته است دفاع او را کنم. آن راهی که پیامبرا، صحابه ها، تابعین و تبع تابعین، بهترین علمای دین آمدن به ما رسید. به خاطر این پدر و مادر من عذاب بکشه کدامش مهمتر است؟ هر جایی ده که طاعتی حرفی پروردگار میبیو، حرفی مخلوقش هیچ قیمتی نداره. میگه مدام پروردگار ما و شما را خطاب میکنه که آی بندم در مقابل ظلم خاموش نباش. خداوند برای ما و شما خطاب میکنه. هزارها مثال ها آورده گرد. 70% قرآن اگر ورق بزنین مبارزه است، مبارزه کردن است. زندگی پیامبر خودش مبارزه بود. چرا پیامبر خدا اینقدر تهدید مگر پیامبر اذیت نکشید؟ اوی مردکای خوب، اوی برادرای مسلمانی که رحم میخورین، دلسوزی میکنین، پیامبر خدا را اینقدر اذیت کشیدن، اینقدر اذیت دادن، حتی همون کثیفیات های حیوانات را بالای سرش ریختن، در راهاش خار میپردن، پاهاش یرباد میکردن، ساعتها فرار کرد رفت از وطنش، از زادگاهش ترک کرد رفت، ولی برگشت آمد به وطنش. ولی ما آیا از پیامبران نعوذ بالله بالاتریم؟ پیامبر صحابه ها پدر و مادر نداشتن؟ صحابه ها عزیز خواهر و برادر نداشتن؟ چرا اونها گذشتن؟ اگر راه من امروز به خاطری باشه که من همین جا بشینم پول کار کنم، هدف من پول کار کنی باشه، درست از حرف شما.
ولی اگر من هدفی من پول کنم در این 4 ساله که من در اینجا اگر من پول کنم من میلیونر بدم من باری میلیونر بدم پس لدیم ماشینای تسلا یا که مرسدس و بی ام و در زیر پام بود این روز در فرانکفورت و در برلین و در بریتانیا و در انگلیس و در هر کجا گشته بودم لایو موندگی اینستاگرام در یه روز در پاریس بودم یه روز در دبی بودم یه روز در امارات بودم کیف صفا کردم بودم میخندم که حساب شما پول کار کردم او مردم هدفی ما پول کار کنید اگر پول کار کنی باشه ما در کشوری هستیم که یک ساعتی کاری 5 10 15 تا 20 دلار یورو است یک ساعتی کاریش و میرم کار میکنم دردم چیه 5 ساعت ای ساعت 12 من میبرم 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا 2 تا 1 شب من خونم دا میرسم چند ساعت میشوه چند ساعت همین قصاد من برم در یک شرکت کار کنم 10 یورو اگر کار کنم 150 یورو 100 یورو من مفت به دست میارم میرم در پیش زن و فرزند مگر داشته باشم نداشته باشم میچی میرم میخرم خوب میرم استراحت میکنم دردم چی است و چی زورم اومده است برای من کی پول میده مردم عجیب ساده ایم ما رو عجیب با همین گپای پوچو به من فریب کردن به خاطر چی پدر و مادر من باید ظلم بشه به خاطر حرفی من کو از جنایت گپ نزدم ما مردم نمیگم برین حسن اسدزاده را بزنین پولاشو بگیرین نمیگم بریم خونه یک معلمی بیچاره دیروز معاش گرفته است پولاشو بزنه 20 شمع دابته من نمیگم برین از افغانستان توسط کمیته امنیت مواد مخدر داخل کنه من در فلان کشور ما در راه کنه من میفروشم من نمیگم برین فلان منطقه بزنین کسی را به قتل دعوت ندارم اوی مردم برای چی اذیت میکشن به خاطر من حق میگم حلالشان بود ظلم کنن شونا به خاطری که فرزندش حق میگن او اجر است من میفخرم کی به خاطری که من حق میگم فرزند پدر من مادر من اذیت میکشه من میفخرم از این چیز من میدارم که خلاصه این همه ظلم ها فردا نزد پروردگار است و اون نامه اعمال است که اونجا هستنس میکنن نویس میکنن که پوزیتیو در جای نگاتیو در جای پلوس مینوس میکنن و حتما این اذیت ها این ظلم ها این فشار ها این تهدید ها من باوری دارم به پروردگار من ان شاء الله من در راهم که راه مقدس است من هیچ شیطانی نمیکنم هیچ فریب نمیکنم کسی را فریب نمیکنم از کسی نو نمیخرم کسی را هیچ کس به یک راه بد دعوت نمیکنم و میدونم که راه این هدف این ما خلاصه راه ما سربلندی است قیام ملی بالاخره آخرش ساختن جامعه سالم است که در اونجا اول خصوص دین آزاد باشه مردم آزادانه عبادت کنه طاعت کنه مکتب باشه مدرسه باشه جای این جنایت است طبیعی است که به خاطر اهداف پاک فرزندش اذیت میکشند حلالشون باشد ان شاء الله که کی روز پرسش از غارتگران خواهد رسید و او روز اگر زنده باشن سلامت باشن عمرم باقی باشه میرم دستشون میفشارم و حتما خدمتشون میکنم اگر عمرشون باقی نباشه شاید در همین راه به خاطر من قربانی میشن خدا رحمتشون بکنه میگم هیچ دیگر دعا میکنم و ان شاء الله با امیدی که پروردگار حضرت پیامبر در حضرت عمار داد بشارتی به جنت داد و من این امید میکنم این دعا میکنم دیگر از این زیاد چیزی نمیکنم سلامت باشه